شهید را نمیدانستند و دعا نمیکردند، اما امروز همه آرزویشان شهادت شده. من خودم شاهد بودم که مردمی که یک بار سخنان حق رهبرمان را شنیدند، با شنیدن شهادت انصاریشان ساعتها و روزها گریه کردند. به خدا قسم وقتی که پدر بزرگم از دنیا رفت، قلب من اینقدر درد نکرده بود. امروز ما درس داشتیم. معلم از ما پرسید که کجا میخواهید زندگی کنید؟ همه گفتیم در هرات. معلم گفت چرا هرات؟ گفتیم ما میخواهیم به سرزمین مولایمان مجیب الرحمن انصاری برویم که علمای زیادی دارد. آنجا سرزمینی که زمینش، آسمانش، درختانش، کوههایش و سنگهایش شاهد مردان خدا بوده و هست. سرزمینی که هزاران شهید دارد. این سرزمین هزاران مادر دارد که فرزندان خود را در راه خدا فدا کردند. گفتیم می‌خواهیم به مساجد آنجا برویم و در پشت آن دانشمندان ربانی نماز بخوانیم و در مدارس آنجا درس بخوانیم.